حمید شربتی شغل تو چیه؟ ما تو کار ملکیم. باریکلا خرید و فروش میکنی دیگه. ملکا رو دید میزنیم، بعدش با رفیقام تو موقعیت مناسب خالیش میکنیم. آقا بین اینا من فقط شغل دارم. آفرین. شغل تو چیه؟ با مهدی و حامد کار میکنیم. آقا اجازه، این پسرها همشون لب و دهنن. کو مردی که الان با زور بازوش پول در بیاره؟ چی میگی بابا؟ من بابام بلاگر خودش، کدوم زور بازو؟ بفرما. چاکر آقا معلم، این برای باغ خودمونه، اینو برای بچه ها آوردم. کسی آبلیمو نمیخواد؟ مادرم گرفته. نه آقا آبلیمو میخوام چیکار کنم؟ اینا هم آبلیمو نمیخوان. آقا برو، به خدا متون ببینم از سیبیل خودم خجالت میکشم. برو بیرون. هر کسی برای رسیدن به موفقیت در زندگی باید بر افکار خود تسلط و احاطه داشته باشد. اصلا میدونید پسرها رو کی میشه شناخت؟ کی میشه؟ موقع کارت کشیدن. ما شاید کارت نکشیم ولی کارد میکشیم. بابا زیر میزنه. داشه امید، ما نه کارت کشیدن تو دیدیم نه کارت کشیدن تو، فقط لفظات قشنگه. خدا وکیلی خستم کردین. پاشین گمشید برید بیرون.